محمد شریپوف: برادرم، از پیامبر خدا به تو یک پیامی دارم. در روایت ابوداوود آمده است که پیامبر خدا، درود و رحمت خدا بر او باد، می‌فرماید: هر کسی جنگ و دعوا را ترک کند، اگرچه بر حق باشد، من برایش قصری را در بهشت ضمانت می‌دهم. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند: حجامش شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و این چنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. برادرم، آیا نمی‌خواهی که خداوند به تو قصری در بهشت عطا فرماید؟ با رمضان و لنگری چنان جنگ و دعوا کردی که در برابر یک گناه تهمت از آنها صدها گناه را انجام دادی. اینقدر تحقیر و اهانت‌ها و حتی دشنام‌های فحش کردی. و آن هم در معرض تماشای مردم که زنها تو را می‌بینند. یعنی اگر مقابله به مثل شود و گناه تهمت آنها را در یک پله ترازو مانند و همه این تحقیرها و اهانت‌های تو را در پله دیگر، البته دشنام و حقارت‌های تو، وزنین تر می‌شود. با دشنام فحش دادن انسان فاسق می‌شود. من طرف کسی را نمیگیرم، ولی این را بدان که در قیامت اگر آنها را خداوند از تهمت ناروا بپرسد، البته در برابر آن تو را از این همه تحقیرها و دشنام‌های فحش میپرسد. عدل خداوند کسی را بی جزا نمیماند. در هر نوارت به آنها تحقیر کردن از حد گذشتن است. مردم تو را یک انسانی با فهم و با سواد میشناسند. پس آبروی خود را نریز و اینقدر پایین نفرا. همون زمانی که آنها برای تهمت کرده اشان دلیل نیاوردند، شرمنده شدند. پس به دنبال چه هستی؟ طبق روایات حدیث در برابر هر یک تحقیر و اهانت و دشنام نیکی‌هایت را برای آنها میدهند. آیا می‌خواهی که در قیامت نیکی‌هایت را به کسی بدهند که در دنیا آنها را بد می‌دیدی؟ این سخن‌های من نیست. سخن‌های پیامبر خدا است که تو به او ایمان داری، برادرم. دوستانت به تو چنین نصیحت نمی‌کنند. امیدوارم نصیحتم را می‌پذیری.